مطلب بعدی رو خدمت شما عزیزان نشون بدم. احمد جان، این یکی از مساجدی است که در شهر دوشنبه در محله قریه بالا، کوچه ده بالا، که برادر مفتی تاجیکستان به نام اسمت الله با چند کارمند پلیس و امنیت میان و مثل اینکه توی یک عروسی جای اومده باشن و این مسجد رو میبندن و دلیلشون هم این است که این مسجد شما حجت ندارد. بله، میگن که ایشون مسئول کمیته دین و عنعنات منطقه اسماعیلی است، سامانی. با چند نفر از کارمندان پلیس میاد و این مسجد رو در این منطقه میبنده. احمد جان اگر زوم بکنی ببینید که اینجا کاغذم نوشتن و رو در مسجد گذاشتن که کسی نتونه این در رو باز بکنه. میگن که در این هفته باز بهانه‌گیری رو برای مساجد و قفل کردن مساجد شروع کردن. همچنین این تابلوی این مسجد است. بله، این آقای سید مکرم مسئول افتاح هستن در تاجیکستان، مفتی تاجیکستان هستن. ایشون برادرشون چند تا افراد پلیس رو برداشته و آورده و این مسجد رو بسته. میگن که قاری اسمت الله هم اسمش هست. بله، میگن که هرچه بگندد نمکش میزنن، وای به آن روز که بگندد نمک. یک مسئله خنده‌دار دیگری که در این هفته در تاجیکستان واقعا جلب توجه میکنه که حکومت تاجیکستان کسایی رو که 2 زن دارن برای اونا دارن مشکل تراشی میکنن که شما چرا 2 زن دارید. البته از این خبر شاید بعضی از خانوما خوشحال بشن که شوهراشون 2 زن گرفتن، بگن که خب خوب کاری میکنه. منتها ما اینکه دین مبین اسلام اجازه داده که مرد با 4 زن ازدواج بکنه و این برای حکمت هایی هست که یکی از مشکلات جدی که امروز ما در تاجیکستان گرفتارش هستیم که خیلی از جوانان تاجیک همسرانشون رو رها کردن و در خارج از تاجیکستان هجرت کردن به خاطر کار. یعنی چیزی در حدود 2 میلیون جوان تاجیک و بعضی از اینها در همونجا ازدواج کردن. به همین دلیل ما می‌بینیم که تعداد دخترانی که به سن یأس رسیدن، یعنی اون سنی که باید ازدواج بکنن از اون سن گذشتن، خیلی یعنی در سطح بالایی قرار داره و این یک مشکل جدی است برای تاجیکستان که الله سبحانه و تعالی توسط دین مبین اسلام یکی از راه حل هایی که جلوی فحشا و فساد رو در جامعه میگیره همین است که مردهایی که استطاعت دارن و میتونن عدالت بکنن با 1 2 تا 3 تا 4 تا زن ازدواج بکنن. اما چون اینا میخوان به جای اینکه این زنها زیر سایه یک مردی با عفت و عزت زندگی بکنن، میخوان اینا ولگرد باشن، تو کوچه ها بگردن، مشغول فساد و فحشا باشن. به خاطر همین از این قانونی که دین مبین اسلام گذاشته جلوگیری میکنن. البته هدف اصلی جلوگیری کردن نیست، هدف پول به دست آوردنه. بعضی از برادران رو بردن گفتن که خب اگر شما پول ندی به ما، 1000-2000 دلار ندی، ما برات دوسیه درست میکنیم که شما عضو حزب نهضت هستی و شما رو چند سال زندانی میکنیم. بیچارم رفته ماشینشو فروخته یا زمینشو فروخته یا از این ور قرض کرده، 1000-2000 از بعضیا 4000-5000 دلار گرفتن. دیگه این برمیگرده به انصاف اون افسر پلیسی که به اصطلاح چقدر که دوست داشته باشه از اینها بگیره. و اینم یکی از جنایات دیگری که اینها